سلام. چند هفته قبل تو همین لوکیشن براتون NH180 رو بررسی کردم. امروز اومدیم سراغ گلکسی NH180. اولین موتوری که براتون تست راید گرفتم تو این کانال گلکسی NA180 بود. امروز بعد از حدود 2 سال خورده رسیدیم به NH180. امروز اومدیم سراغ نسخه جدید و 250 cc این موتور. تا آخر ویدیو همراه من باشید، قراره یه تست راید کامل ازش ببینید. میخوایم کامل بررسیش کنیم. بریم سراغ ویدیو که خیلی بعیده SYM بیاد برای ایران این موتور از 278 به 249 کاهش بده. قراره خیلی چیزا راجع به این موتور با هم تجربه کنیم. تو استایل سواری یه سری نکات جالب است. با سواری NH250 من یه مشکلی دارم. متاسفانه اون دستگاهی که شتاب لحظه‌ای رو ثبت میکنه لامصب نمیدونم چی هنوز گیرش نیاوردم. چیزی که من راجع به نتیجه گیری میگم نظر منه و اصلا دلیل نداره شما بخواید رعایت کنین یا نکنین. See you next time. خب رفقا، امروز اومدیم برای تست راید گلکسی NH250 ببینیم که سواری این موتور چطوری است. سوال خوبی بهمون میده یا نه؟ حتما تا آخر تست راید همراه من باشید. قرار خیلی چیزا راجع به این موتور با هم تجربه کنیم. Let's go. اولین نکته‌ای که توی این موتور جلب توجه میکنه شتاب لحظه‌ای خوبشه. انصافا رو دنده‌های اولیه یه شتاب خیلی خوبی رو به شما میده و اون لذت سواری رو از این موتور دارید. حالا این موتور 200 تا دونه بیشتر کار نکرده، آچارکشی هم نشده، قطعاً سر و صدای بیشتری داره و ممکنه یه سری داستانا داشته باشه که بعد آچارکشی این قضیه خیلی بهتر بشه، ولی خب با همین اوصاف بریم ببینیم که شرایطش چجوریه. شتاب لحظه‌ای اولیه‌اش فاز جواد خیابانی باز برداشت. این اسمش هم میذاره مغلطه ها. این الان مغلطه است. شتاب اولیه‌اش واقعا خوبه و گاز که بدین اون حس لذت سواری رو کاملا به شما میده. گلکسی NH250 یک انجین تک سیلندر 278.3 cc داره که شما زمانی که میرین رو سایت SYM این مشخصات رو میبینید، چون رو سایت نیرو موتور زده این موتور 249 cc که خیلی بعیده SYM بیاد برای ایران این موتور از 278 به 249 کاهش بده. بنابراین ما یه موتور 278 cc داریم، تک سیلندر، 4 سوپاپ و 4 زمان است. حد اکثر توانی که تولید میکنه 25 است به بخار رو دور موتور 7500 و حد اکثر گشتاوری که داره 24 نیوتن متر رو دور موتور 6000. سیستم انتقال قدرت توی این موتور زنجیره. خنک‌کاری این موتور توسط مایع انجام میشه و ما یه رادیاتور آب خنک رو داریم. وزن موتور 166 کیلوگرم و حجم باک 11 لیتری رو داره. دنده کشی توی این موتور یه مقدار تق و تقه رو داره و دنده ها خوش جا میخوره، خیلی نرم و دنبه‌ای نیست به اصطلاح خودمون. و اینکه صدای انجین و اگزوز هم توی موتور باحال شده، یه صدای یوغوری میده که حس سواری براتون بهتر میکنه. تو NH180 ما اصلا صدای خیلی جالبی نداریم، ولی NH250 صدای بهتری بهمون میده و این باعث میشه حس سواری بهتری رو داشته باشیم. ترمز هم توی این موتور میدونید دیگه ABS، هم جلو هم عقب ما ABS رو داریم که عمل کرده خوبی داره انصافاً. بله اصلا هم نمیکشه و اون تقتقه رو میکنه در زمان حرکت. یه نکته‌ای که داره تو شروع حرکت دنده یکش مخصوصاً باید حواستون به کلاژ باشه، موتور میپره. موتور اگه کلاژ یهو ول کنی میپره تو دنده یک. حالا بذار من یکم آروم با این موتور راه برم. نه اوکی. دنده یک موتور فقط اولش یه مقدار میپره موتور که باید یکم بهش عادت کنین، حواستون به این قضیهش باشه و الا به اون قضیه عادت کنین دیگه خیلی مشکل خاصی نداره. راجع به هندلینگ موتورم باید بهتون بگم که فوق العاده هندلینگ خوبی داره. به خاطر استایل سواری که شما رو موتور دارید صاف نشستید، کاملا رو موتور مسلطید، ابعاد اندازه موتور هم مناسبه
فقط مشکلی که من با NH دارم، هم NH 180 هم این مدلش، اینه که پام خیلی جمعه و احساس راحتی نمی کنم. به نظر من موتور ادونچر شما پاهات باید بازتر باشه، حداقل 90 درجه، که توی سوزوکی ویستروم این قضیه رو داشتیم ولی توی موتور نداریم و پاها یکم زیادی جمعه. حالا توی استایل سواری کامل این قضیه رو بهتون توضیح میدم، ولی از بابت فرمون پذیری و هندلینگ و این داستانا موتور کاملا تو دسته و کنترل خوبی رو موتور دارید. بخواید مانور بدین و از بین ماشینا حرکت کنید، بسیار موتور اوکی خوبیه. اگه یادتون باشه سوزوکی ویستروم کلن 130 تا بیشتر نرفت، با اینکه یک موتور 2 سیلندر 250 سی سی داره، ولی این موتور تک سیلندر 278 سی سیه. حالا میریم جلوتر. من خیلی دوست دارم تست شتاب و سرعتش رو بگیرم که ببینم سرعت نهاییش چقدره، ببینیم این موتور بیشتر میره یا این موتوری مثل ویستروم. راجع به طراحی این موتور یه نکته خوبی که هست اینه که این موتور از رینگ‌های سیمی استفاده میکنه. نکته بهتر اینه که لاستیک ایرانیاسا روی این موتور نیست و از لاستیک‌های CST روی این موتور استفاده شده. رینگ جلو رینگ 19 اینچیه که باعث میشه همون سر فرمون بیاد بالاتر و شما استایل ادونچر رو داشته باشید. یه شارژر روی USB روی موتور داریم که این قسمت جلوی باک قرار گرفته. رو فرمون هم کلید خاصی رو نداریم، کنترل چراغ، قطع کن، استارت، نور بالا، راهنما و بوق. خیلی نکته خاص دیگه تو طراحی موتور نیست. بریم راجع به استایل سواریش براتون توضیح بدم، چون که تو استایل سواری یه سری نکات جالبه. صفحه کیلومترش هم میبینید دیگه، صفحه کیلومتر NH و NA تو تمام مدلاش مثل همدیگه است، هیچ تفاوتی با هم نمیکنن. صفحه کیلومتر سیاه‌سفید داریم که سرعت، شمارش دنده، ساعت، آمپر بنزین دور موتور، کیلومتر کلی و با آمپر باتری هم فکر می‌کنم، آمپر باتری که آره ولتاژ باتری رو فکر می‌کنم اینجا هم نشون میده اونجایی که ساعت هست. و اینکه این پایین هم راهنماها رو داریم و اویل چک و خراسی و چراغ چک موتور و چراغ چک آب و چراغ چک بنزین، نور بالا و چراغ ABS و کیلومتر کاملیه. ولی خب اگه این کیلومتر رنگی بود خیلی باحال‌تر میشد که متاسفانه اینطوری نیست. فرمون موتورم تو کله موتور میچرخه، کله موتور ثابته و فرمون داخلش میچرخه. گردش فرمون هم در حالت ایستاده زیاده و کم نیست که شما محدودیت مانور حرکتی داشته باشین تو ترافیک و اینا بخواد اذیتتون کنه. نه، از لحاظ گردش فرمونم بسیار خوب و مناسب. با سواری NH 250 من یه مشکلی دارم. برای قد من زمانی که شما سوار موتور میشید، پاتونو که میذارید رو جاپایی، پا بیشتر از 90 درجه خمه که این تو سواری دراز مدت شما رو اذیت میکنه. منو که اذیت میکنه، برای شما خسته کننده است، چون این موتور مسافرت و موتور مسافت طولانیه. برای همین پا باید حداقل 90 درجه یا بیشتر از اون باشه و این قضیه منو اذیت میکنه. طول موتور 2068 میلیمتر، عرضش 860 میلیمتر و ارتفاعش 1195 میلیمتر. ابعاد اندازه مناسبی داره. استایل دستا و نشستنتون رو موتور کاملا راحته. تنها قضیه‌ای که روی موتور به نظر من اذیت کننده است همین زاویه پا. یه 0 تا 100 اینجا بزنیم، خیلی شلوغ نیست. 3 2 1. باریکالله. دنده 3 ستا رو پر میکنه، خیلی هم خوب پر میکنه. حالا من هنوز خیلی به دنده کشیش عادت نکردم، چند تا 0 تا 100 دیگه میذارم، بهترینش رو برای شما میذارم، ولی خیلی خوب شتاب میگیره موتور، خیلی خوب شتاب میگیره موتور. فکر میکنم شتابی که میگیره از سوزوکی ویستروم بیشتر باشه، فکر میکنم، نمیدونم. حالا ویدیوی ویستروم که لینکشو براتون میذارم، میتونید ببینید. شتاب این موتورم میزنم. متاسفانه اون دستگاهی که شتاب لحظه‌ای رو ثبت میکنه لامصب نمیدونم چی، هنوز گیرش نیاوردم. شما اگه میدونید برام کامنت کنید. یه دستگاهی هست کوچیک نصب میشه و در لحظه شتاب 0 تا 100 رو ثبت میکنه.
اگه شما شناخت دارید، اطلاعات دارید، میدونید چیه، برام بنویسید که من برم سراغشون رو بگیرم که اینجوری سر 0 تا 100 داستان نداشته باشیم. میخوایم بریم برای 0 تا 100 و تاپ اسپید ببینیم موتور چه جوری میره. جلوم 2 تا تریلیه، خواهم تریلی ها ازم فاصله بگیرن. ماشینی هنوز نیومده. خب بریم. 3 2 1. کم رفت رو کاتاف 100 دنده 4 120 125 26 موتور داره تکون میخوره 130 دنده 5 131 132 اینجا یکم سربالایی شد، سرعت افتاد. همون رنج 130 تای فکر میکنم. 133 34 35 36 بی‌ناموس. من واقعا برای این ادبیاتی که شما به کار میبرید متاسفم. سرعتمو گرفت. اوه 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 اوه. یه باد عجیب غریبی میاد، یه بیشتر از این صلاح نمیدونم. دنده 536 تا رو رفت، ولی فکر میکنم تو طولانی مدت، تو مسیری که طولانی تر باشه و شما بتونی گازو بدی بهش، تا 140 تا رو فکر میکنم بره. خیلی راحت همین 136 تا رو نرفت، اینو بهتون بگم. خیلی راحت 136 تا رو نرفت و به زور رفت و یکم تو جاده شیب یا جاده صاف یکم شیب باشه تو سربالایی آمد روی 128 تا، ولی فکر میکنم تا 140 تا ته زورش بتونه بره که این خودش یعنی از سوزوکی وی اس روم خیلی بهتر میره این موتور، که اون موتور 2 سیلندره و 250 این موتور تک سیلندره و 278 سی سی. سرعت شتابش فکر میکنم از وی اس روم، سرعت نهاییش که قطعا بیشتره و شتابش هم 0 تا 100ش فکر میکنم بهتر باشه از وی اس روم. دور بزنیم حالا اینجا یه سرعت دیگه بریم. خیلی باد میاد، خیلی باد میاد و منو تکون میده، ولی با این وجود بازم موتور خوبیه، خودشو نگه میداره. دوباره بریم 3 2 1. دنده 100 تا رو پر میکنه، خیلی خوبه. چه میکنه این بازیکن؟ دنده 4 120 تا دنده 4 خوب سرعت میاد بالا، بعد از اون زور میزنه. الان بدم دنده 5 سرعت میفته، اون تای زورش رو تو دنده 4 بزنه. برو 5 برو 22 فوق‌العاده باد میاد، فوق‌العاده باد میاد. 25 23
نمیره، میبینید دیگه تو همون رنج 130 تاست. ولی خب اگه توی شیب قرار بگیره یا جاده صاف باشه اینجا یه مقدار سربالایی 135 6 تا رو من تونستم باهاش برم. سرعت افتاد. آره ته زورش همون 135 6 تاست. بد نیست. به نظر من موتور ادونچر باید بیشتر از اینا بره. ولی خب دیگه از این موتور تکسیلند خیلی نمیشه انتظار داشت، ولی بازم اوکیه. بریم سراغ نتیجه گیری. موتور ارزش خرید داره یا نه؟ اول اینو بهتون بگم، چیزی که من راجع به نتیجه گیری میگم نظر منه و اصلا دلیل نداره شما بخواید رعایت کنین یا نکنین. چیزیه که من بر اساس تجربه این 50 تا موتوری که حدوداً تو این کانال سوار شدم و چیزی که از این موتور احساس کردم براتون میگم. موتور خوبیه، من نظر مثبتی راجع بهش داشتم. لاستیکای CSC روش خیلی مهمه، استایل سواری خوبی داریم. تعلیق توی این موتور نسبتاً خشکه. قیمتش الان تو بازار یه چیز حدود 275 میلیون و 400 هزار تومان تو سایت قیمت زده. ترمزای ABS رو موتور داریم که خیلی خوبه. رو دنده یک تو شروع حرکت یکم موتور ترتر میکنه که رو اعصابه، ولی در کل نظرم راجع به این موتور مثبته. من نمیخرمش چون استایل سواریش همون حالتی که بهتون گفتم اذیتم میکنه، ولی در حالت کلی اگه قدتون کمتر از 180 باشه میتونه گزینه مناسبی برای خرید باشه. خب بهتون گفتم این موتور کلاً 252 تا الان که من سوار شدم کار کرده و آچارکشی اینا هنوز نشده. موتور تو آبندیه ولی موتور لرزش خاصی نداره. ما یه مقدار لرزش رو دستامونو داریم، خیلی کم هم رو جاپایی داریم که اصلا محسوس نیست. فقط اینا با آچارکشی خیلی کمتر میشه. از بابت لرزش خیلی خوبه، نمره بسیار خوبی رو میگیره. دو تا آینه هم دو طرف موتور داریم که دید خیلی خوبی رو به ما میدن. آینه ها تو جای خودش قابل تنظیمه، علاوه بر اینکه شما با مهره اینجا میتونید تنظیم کنی، تو جای خودش هم آینه ها کاملا قابل تنظیمه و دید آینه ها هم دید اوکی خوبی. امروز هوای مشهد یک مقداری خنک به سمت سرماست. حالا سرد آنچنانی هم نیست ولی خب دیگه شروع سرماست. هوا رو میبینید که حسابی ابریه، ولی خب من از این موتور حرارت انجین خاصی نمیگیرم و از این بابت اوکیه. یک انجین تکسیلند هم خیلی نباید حرارت انجین داشته باشه که این موتورم خدا رو شکر نداره. راجع به تعلیق و نرمی موتورم باید بگم که تقریبا مثل NH180 و خیلی تعلیق نرم و خوبی رو ما روی موتور نداریم و اینکه زینم زین خشکه، زین خیلی نرمی نیست. به نظر من یه روکش زین یا تقویت ابر زین لازمه برای این موتور اگه برای مسافرت میخواین ازش استفاده کنید. و اینکه تعلیق موتور حالا ممکنه این موتور بعد آچارکشی یک مقداری نرمتر هم بشه، ولی خب تک سرنشین بدون بار در حالی که موتور خودش هست خشکه، یه مقداری خشکه. حالا نمیتونم بگم خشک محض، نمیتونم بگم نرم محض، یه مقداری موتور خشکه و اون ببخشید و اون نرمی خوب و عالی و دنبه‌ای رو به شما نمیده. ولی اگه موتور بار بزنید یا دو تک سوارش بشید فکر میکنم این قضیه خیلی بهتر میشه و شما این قضیه رو حالت دو ترک دارید و از این بابت میتونم این قضیه رو بهتون بگم. این هم از بررسی گلکسی NH250. امیدوارم که ویدیو حسابی به کارتون بیاد و بتونه تو خرید کمکتون. چنل رو ساب کنید، زنگوله رو هم روشن کنید که اگه ویدیوی جدید گذاشتم ازش باخبر شید. حمایت شماست که دلگرمی به من میده که با قدرت بتونم ادامه بدم. دمتون گرم که حواستون هست. بریم برای ویدیو بعدی و بررسی های جذاب دیگه. See you next time.